شارخ جانم. داری چی کار میکنی؟ هیچ نه کاری ندارم، نشستم. هیچی؟ نه من فقط نشستم اینجا. چون نشستی اینجا؟ دارم استراحت میکنم، کاری ندارم. ولی بالاخره داری یه کاری میکنی. نه عزیزم نشستم کاری ندارم. پس به چی داری فکر میکنی؟ به هیچی. خیلی خوب، ضرری نداره بری بیرون یه قدمی بزنی. نه نمیخوام. اول بذار من برم الان کاپشنت رو بیارم برام. نه نمیخوام مرسی. ولی بیرون خیلی هوا سرده، من کاپشن نمیشه بری. من که بیرون نمیخوام برم، من که بیرون نمیرم. اما تو که گفتی میخوای بری بیرون. نه بابا تو میخوای من برم بیرون چیکار کنم؟ به من چی که میخوای بری بیرون یا نری؟ من فقط میگم ضرری نداره بری بیرون یه قدمی بزنی. میدونم قدم زدن ضرری نداره، ولی الان دوست ندارم برم بیرون. بالاخره چی کار میخوای بکنی؟ میخوام بشینم استراحت کنم. آدمو دیوونه میکنی ها. اول میخواستی بری بیرون قدم بزنی، پشیمون شدی. بعد گفتی کاپشنتو بیارم، بعدم پشیمون شدی. حالا بالاخره چی کار میخوای بکنی؟ فقط میخوام بشینم اینجا استراحت کنم. خیلی خوب بشین. ولی من فقط میخوام ببینم چی شد که یه دفعه فکرتو عوض کردی. من همیشه نشستم اینجا میخوام استراحت کنم، کی فکرمو عوض کردم؟ من کاری رو میخوام بکنم. اگر واقعا میخوای استراحت کنی و میخواستی استراحت کنی، پس چرا تمام مدت داری با من حرف میزنی؟ من اصلا چیزی نمیگم، من کاری ندارم. به نظر من الان وقت داری کاری رو که دوست داری انجام بدی. بله همون کارم که دوست دارم، نشستم اینجا. بسیار داری چیزی میخونی؟ نه. خب یه چیزی بخون. شاید بعدم برم بخونم. مجله این هفته اون اتاقه، برو بردار. فعلا میخوام یه مدت اینجا بشینم. آقا دوست داره از صبح تا شب یکی در خدمتش باشه. من تمام روزو دارم کار میکنم، از صبح تا شب زحمت میکشم. خب خودت پاشو یه دفعه خودت پاشو برو مجلت رو برد بیار دیگه. عزیزم نمیخوام، خیلی ممنون، نمیخوام. تو که اول میخواستی مطالعه کنی بعد پشیمون شدی. من الان نمیخوام مطالعه کنم بابا، نشستم برای خودم. اصلا هر کاری دوست داری انجام بده، به من چه مربوطه؟ من میخوام بشینم فقط، همین، کاری ندارم. پس دیگه چرا به من قور میزنی؟ ای بابا کی من قور زدم؟ من چیکار دارم؟ خیلی خوب. شارو کری؟ نه چرا کاری که الان دوست داری انجام بدی حال میکنی انجام نمیدی؟ من کاری که دوست دارم همینه که الان بشینم اینجا، الانم نشستم برای خودم. خیلی خب، حالا چرا با من عصبانی میشی؟ من کی عصبانی شدم؟ من کی عصبانیم؟ پس چرا سر من داد میزنی؟ بابا من کی داد زدم؟ داد زدی.